در شهر پاریژ فرانسیا برای مهاجران نهاری رایگان پیشنهاد شد. خواهشمندان برای 500 مهاجر و بیخانگان خوراک آماده نموده آنها را در یک جا جمع آوردند. در گرد و اطراف باششگاه موقت مهاجران شهر پاریژ با نام لبوله تشکیل کنندگان ضیافت محیط عیدانه تشکیل نمودند. مهاجران با هم رقص و بازی کرده لحظه خود را از مشکلات زندگی دور ساختند. باششگاه موقت لبوله برای مهاجرانی که تا دریافت مکان زیست در اینجا انتظار میشوند پیش بینی شده است، ولی در اینجا نه همه جای بسندگی میکند. قسم زیادی مهاجران در خیمه ها و فضای کشاد به سر میبرند. بینندگان گرامی، با رسیدن اطلاعات تازه شما را در نشریه بعدی آشنا خواهیم کرد. ما را پیگیری نمایید.